حالا انجمن تاریخی 2 تا بخش داره. یکیش یه زندان قدیمی بود به اسم تولوکا و یه هزار توی پیچیده که پیرامید خوشگلمون اونجا سلطنت میکنه و میتونید ببینید که وسایل شکنجش هم اونجا وجود داره. خیلی قشنگه. یکی از سلولا جیمز ماریا رو دوباره میبینه که هنوز زنده است. البته نه به شکل عادی، بیشتر مثل یه جنازه‌ای که دوباره زنده شده و تو اینجوری که آیا من دارم دیوونه تر میشم یا این شهر واقعا یه چیزیش مشکل داره. ماریا بهش میگه که تو بیمارستان راهشون از هم جدا شده و اصلا نمرده بوده، اصلا پیرامیده کاریش نکرده و جیمز هم اینجوری بوده که okay whatever I guess I'm stuck with this bitch. جیمز هم بهش قول میده که وقتی دوباره به اون راه سلولش برسه نجاتش میده. اما از اینکه وقتی دوباره به سلول ماریا میرسه میبینه که بدنش پر از خون شده و دوباره مرده. بعد از سوگواری کردن دوباره مرگ ماریا ما دوباره راهمون رو میگیریم و یه روزنامه پیدا میکنیم که نوشته بوده که آنجلا در واقع پدرش رو کشته بوده. اونم نه یه آدم معمولی بلکه یک آزارگر جنسی که کلی به آنجلا ترومای روحی روانی داده بوده و هی بدتر و بدتر میشه. مادرش هم در واقع فقط اینجوری بوده که هی انکار میکرده این قضیه رو و نمیخواسته این قضیه رو قبول کنه. جیمز دوباره میره کمک آنجلا تا از یه هیولای عجیب به نام ابسترکت ددی نجاتش بده. در واقع همون نماد پدر آزارگر و ابیوزیو آنجلا بوده که واقعا صحنه خیلی چندشیه. واقعا اگه عمق این فاجعه رو درک کنید میفهمید که آنجلا واقعا غم انگیزترین فکر کنم شخصیت‌های سایلنت هیله یا حداقل سایلنت هیل 2. و بعد از اینکه ما از دست آن هیولا نجاتش میدیم آنجلا یه حالت خیلی تدافعی میگیره و میگه که تو اصلا برای چی منو نجات دادی؟ تو هم مثل همه مردا دنبال یه چیزی نمیدونم فلان و بیسار و خب you know I can't blame her honestly. She's been through so much shit. کلیاً سرزنشش میکنین که تو اصلا نمیخواستی مریا کنار خودت نگه داری و فقط الان احساس گناه داری. خلاصه هر کیو میخواد یه جورایی نجات بده همه سرزنشش میکنن و جیمز اینجوریه که واقعا چه اتفاقی داریم تو این شهر تسخیر شد یه لعنتی میفته. جیمز عزیز ما کم کم داشت به ته 1000 توی نزدیک میشد که دوباره با ادی روبرو میشه. این بار حسابی از نظر روانی کلا مخش تعطیل شده بوده، یه فروپاشی روانی کامل میبینیم داره و اعتراف میکنه که سالها توسط همکلاسیاش و کلا توسط جامعه طرد شده، خیلی بولی شده، یعنی قلدری کردن براش به خاطر اضافه وزنش و خلاصه خیلی اذیت شده. و ادی اعتراف میکنه که سگ پسر فوتبال بازو کشته بود چون داشته خیلی بد نگاش میکرده و پسر رو با گلوله زخمی کرده بوده و حسابی معلوم بود که دیگه از کنترل خارج شده. و وقتی جیمز ازش میپرسه که دیوونه شدی چون فقط مثلا بد بهت نگاه کرده یا یه حالت تمسخرآمیزی داشته نگاهت میکرده زدی کشتی طرفو، جیمز هم اینجوری بوده که آره عادیه، تو چرا داری منو قضاوت میکنی؟ نکنه تو هم میخوای بمیری؟ بنابراین ما وارد باس فایت دیگه میشیم با ادی عزیز و ما توی مکانی مثل یه قصابی سعی میکنیم که ادی رو متوقف بکنیم و از خودمون در واقع دفاع بکنیم، یه سلف دیفنسی به کار ببریم، ولی در واقع مجبور میشیم که ادی رو بکشیم. در این راه فقط سخت‌تر و سخت‌تر میشه با شخصیت‌های دیوونه تر. دوباره همون موقع جیمز اون نامه‌ای که از طرف مری گرفته بوده رو دوباره باز میکنه و با خودش میگه که نکنه این واقعا واقعی نباشه و فقط زاده تخیلات مریض خودم باشه و میبینه که بله همش توهم بوده، واقعا اون نامه اصلا واقعی نبوده. البته ادی رو ما واقعا کشتیم don't get me wrong on that. میفهمه که خب
من یک پیشرفت کردم و فهمیدم که اون نامه اصلا واقعی نبوده. فقط میخواستم حس سوگواریمو یه جوری بگذرونم. حالا وقتی جیمز به هتل میرسه، توی رستورانش دوباره لارا رو میبینه و این دفعه یه مکالمه خیلی عمیق تری برقرار میکنن. این دفعه لارا نامه واقعی مری رو بهش نشون میده، این توهم نبوده دیگه، و بهش اعتراف میکنه که مری قرار بود به فرزندخوندگی قبولش کنه و قرار بوده که جیمز باهاش بشه. این همه فحش دادم و آخرم میفهمیم که لارا ربط داشته به این قضیه. anyway, جیمز میره سراغ اون اتاقی که با مری خاطره داشته. اونجا یه کاست، یه نوار ویدئویی پیدا میکنه که خودش 3 سال پیش توی هتل گذاشته بودتش و توی اون ویدئو با یه حقیقت خیلی خیلی تلخی روبرو میشه و نشون میده که چطور جیمز خود مری رو در حالی که بیمار بوده خفه کرده با دستای خودش و برای چند دقیقه فقط توی حس گناه و اندوه و سوگواریش غرق میشه و واقعا خیلی دارکه این صحنه، خیلی خیلی دارک. لارا هم که حقیقت ماجرا رو میفهمه کلی بهش فحش میده، میگه تو اصلا دوستش نداشتی، واسه همین زدی کشتیش، ازش خسته شده بودی و از این حرفا و خلاصه لارا هم میره. بعدش رادیویی که جیمز همیشه با خودش همراهش داشت یه دفعه یه صدایی ازش در میاد که مری داره بهش میگه که دنبالم بگرد و جیمز دوباره تو هتل شروع میکنه به قدم زدن و میفهمه که هتل پر از خرابی و پوسیدگی شده، یعنی دوباره انگاری رفته تو اون حالت other world و انگاری که آتیش گرفته باشه و یه جورایی داریم توی آتیش میسوزیم. و اونجاست که دوباره آنجلا رو میبینیم که روی یه پله آتیش گرفته ایستاده بوده بین 2 تا جنازه‌ای که پوستشون کنده شده بود و خون‌آلود بود و خلاصه صحنه‌های خیلی عجیب و غریب. و آنجلا از جیمز میخواد که دوباره چاقوش رو بهش پس بده تا بتونه این دفعه واقعا به زندگیش پایان بده، چون دیگه نمیتونه تحمل کنه این حجم از غم و اندوه و سوگواری رو. ولی جیمز قبول نمیکنه، سعی میکنه منصرفش کنه. خیلی اینجا دیالوگ‌های واقعا قشنگی داریم. مثلا آنجلا میگه که برای من همیشه همینجاست، همینقدر داغون، همینقدر پر از آتیش و شعله، و بعدم میره و توی شعله ها ناپدید میشه. توی لابی هتل ماریا دوباره ظاهر میشه، ولی این بار به شدت گرفتار و دست بسته بوده و واقعا به کمک جیمز این دفعه احتیاج داشته، چون که با 2 تا پیرامید هد روبرو میشیم که سعی میکنن ماریا رو بکشن. اما قبل از اینکه جیمز بتونه کاری بکنه میبینه که 2 تا پیرامید هدا ماریا رو خیلی سریع میکشن و مجبور میشه که باهاشون مبارزه بکنه. وقتی میبینه که حسابی ضعیف شدن 2 تا پیرامید هدا خودشون رو با نیزای خودشون میکشن، انگاری که مأموریتشون تموم شده باشه. یعنی انگاری نقش 2 تا جلاد رو داشتن، 2 تا آدم تنبیهگر که گناههای جیمز رو جلوی چشماش بیارن که نتونه فراموش کنه که چی کار کرد با مری. بعدش جیمز وارد راهروی میشه و به یه مکالمه قدیمی بین خودش و مری گوش میده. مری گله‌ای که جیمز آورده بود و رد میکنه و میگه که خودش رو خیلی بد میبینه که حتی لیاقت کل گرفتنم نداره. ولی آخرش با بغض از جیمز خواهش میکنه که کنارش بمونه و ترکش نکنه. بعد از تموم شدن اون خاطره جیمز وارد ساختمون فلزی بزرگ میشه که یه پله برقی خیلی طولانی رو باید طی بکنیم. وقتی میرسیم به طبقه‌های بالاتر زنی میبینیم که شبیه مری بود، ولی وقتی عصبانی میشه به یه هیولای وحشتناک تبدیل میشه که اینجا آخرین باس فایت شما رخ میده. جیمز هم با همه توانش با اون هیولا میجنگه و شکستش میده. اینجاست که داستان ما تموم میشه. قصه ما به سر رسید، مری به خونش نرسید، ولی جیمز میرسه. و این بود از داستان سایلنت هیل 2. به نظرتون تاثیرگذار نیست؟ من داستان خیلی پیچیده ایه، اونم توی ژانر وحشت. البته این هر وحشت نیست، به نظرم وحشت روانشناختی خیلی عمیقیه.
خودم که خیلی دوست داشتم سایلنت هیل رو. امیدوارم که شما هم ازش لذت برده باشید. قراره برای پارت بعدی در مورد نقد و تحلیل نمادهای سایلنت هیل 2 با هم دیگه صحبت کنیم که به نظرم خیلی جالب میشه. اون فقط یه بازی ترسناک نیست، خیلی بیشتر از این است و دوست دارم با شما هم به اشتراک بذارم. پس اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و توی پارت بعدی میبینمتون. خداحافظ.